کسانی که معتاد هستند به دیدن فیلم های مبتذل. اولا برای کسی که مبتلا به این بیماری باشه، این یک بیماری است. خیلی از اعمال زشتی که بعضیا انجام میدن در امور جنسی، اینا یک نوع بیماری های روانی است که اینها نیاز به علاج دارن. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما امر میکنه و اقم الصلاة، نماز را برپا دارید. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و از منکر باز می‌دارد. باور بکنید اگر کسی نماز رو به قواعدش به شکل درست و صحیح و با حضور قلب ادا بکنه، هیچ وقت مرتکب فحشا و منکر نمیشه. یکی میگفت که چرا فلانی مثلا نماز میخوانه مرتکب گناه و معصیت و فحشا و منکرات هم میشه؟ گفتم تو برو اول نماز خواندنشو ببین. باور کنه اینقدر سریع نماز میخونه که من یک رکعت بخونم اون 4 رکعت رو سلام داده. این نماز نیست. نمازی که با تمام و کمال باشه انسان را از فحشا و منکرات دور میکنه، نه اینکه بعضی نماز رو به عنوان یک عادت اصلا میخوانن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که یک انسان گناهی را انجام میده، الله متعال یک نقطه سیاهی رو در قلبش قرار میده، یک نقطه سیاه. 2 گناه میکنه 2 نقطه سیاه، 3 گناه میکنه 3 نقطه سیاه، تا موقعی میشه که این قلب رو زنگار میگیره، این قلب سیاه میشه. در قرآن کریم بران علی قلوبهم، بلکه قلبهایشان رو زنگار گرفته است، پوشانده است این گناه ها. بعد این لذت میبره از اون، خودش رو در همون جو گناه و معصیت غرق میبینه. بعد از اون نماز و روزه و زکات و حج هم تأثیری در این انسان نمیگذاره، الا اینکه توبه صادقانه بکنه، توبه نصوح بکنه. هر انسانی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که برای او نصیبی از زنا هست. هر وجود انسان، چشم زنا میکنه، گوش زنا میکنه، دست زنا میکنه، پا زنا میکنه. پیش از آن زنایی که مثلا بره با یک زن نامحرمی هم بستر بشه. زنای چشم چی است؟ نگاه کردن به زن نامحرم، نگاه کردن به فیلم های مبتذل. زنای گوش چی است؟ گوش دادن به همین موسیقی ها و خواندن هایی که در او کلمات مبتذل هست. لمس کردن به طرف، مثلا بعضی رو دیدید میره مثلا از خونهش تو بازارها تو پارکها میگرده، به خاطر چی؟ به خاطر چشم چرانی. این با پای خودش داره زنا میکنه، با چشمش، با دستش، با گوشش. زنا تنهایی نیست که یک نفر بره با یک زن نامحرمی بخوابه. و همه اینها در نزد الله سبحانه و تعالی، من این آیه رو براتون بیارم. الله متعال در سوره اسراء آیه 36 میفرماید که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بدون شک گوش، چشم، قلب، هر یکی از اینها مورد بازخواست قرار میگیرند در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. اگر این انسان در موقعی که به طرف این افلام نگاه میکنه، این رو در خودش، این احساس رو در خودش داشته باشه که الله سبحانه و تعالی او رو داره میبینه. همین انسان آیا در پیش مادرش میتونه همین فیلم ها رو نگاه بکنه؟ نه. در پیش پدرش میتونه نگاه بکنه؟ نه. در پیش همسرش، فرزندانش، در پیش مردم میتونه نگاه بکنه؟ نه.
اما همین انسان در تنهایی میاد این رو نگاه میکنه. این انسان غافل است، غافل از این که ذات اقدس الهی داره او رو میبینه. کرامن کاتبین دارن براش مینویسن این عملش رو. به خاطر همین در حدیث جبرئیل وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میپرسن که جبرئیل علیه السلام میپرسن که و ما الاحسان، احسان چی است؟ احسان یکی از مراتبی است که انسان متقی و پرهیزگار به این مرتبه میرسه که ان تعبد الله کانک تراه، طوری الله رو عبادت بکنی انگار که الله رو داری میبینی. اگر این احساس رو در خودت نمیتونی ایجاد بکنی که داری الله رو میبینی، فانه یراک، او داره تو رو میبینه. من در برنامه گذشته بود فکر کنم مثال آوردم، شما توی اداره کار بکنید، اون بالا یک دوربینی باشه و وظیفه شما مثلا تایپ کردن یک سری برگاست، دوربین هم همونجا روبرود باشه. یک لحظه میتونی به یک کار دیگری مشغول بشی؟ نه، چون میترسی که اونجا دوربین هست، رئیس اداره داره تو رو نگاه میکنه و الله سبحانه و تعالی داره در هر حالت داره تو رو میبینه. کسی این احساس رو در خودش ایجاد بکنه خجالت میکشه، همونطوری که از پدر و مادر و همسر و فرزند و بقیه مردم خجالت میکشه.